سلام دوستان، اومدم در خصوص جدا خوابیدن کودک در سالهای اولیه براتون صحبت کنم. انجمن اطفال آمریکا یا همون AAP گفته که بچه‌ها تو سالهای اولیه نباید، مخصوصا همون 12 ماه سال اول، نباید جدا از والدین بخوابن. وقتی که اتاقشون مشترک هست با والدین، 50% سندروم مرگ زود هنگام کودک کاهش پیدا میکنه، به خاطر اینکه به موقع به داده بچه میرسن. اگر خدای نکرده بزاق دهنش بپره تو گلوش یا هر اتفاق دیگه ای، والد زودتر آگاه میشه. حالا ما میخوایم یه خورده فراتر از این بریم ببینیم انجمن روانپزشکی آمریکا در این مورد چی گفته. انجمن روانشناسی آمریکا توصیه کرده که 1 سال اول به خصوص کودک باید یک اتاق مشترک با والد داشته باشه. چرا؟ چون سیستم عصبیش هنوز نابالغه، پس باید دلبستگی ایمن بشه تا بتونه که تنظیم کنه اینو. ببینید 1 سال اول احتیاجی نیست بچه چیزی یاد بگیره. گاهن شنیدیم میگه اب نداره اتاقش رو جدا کن، گریه میکنه تا خوابش ببره. نه، این یه پیامد برای این کودک داره، اونم این که تو تنهایی، دنیا جای ناامنیه، خودت باید از پس خودت بر. و این بدترین پیامدیه که میتونه برای بچه داشته باشه. نمیخواد چیزی رو به بچه یاد بدیم ما 1 سال اول، فقط سعی کنیم دلبستگیش تنظیم و ایمن بشه، کودک کنارتون باشه، مخصوصا اون 1 سال، تا به موقع به تمام نیازاش پاسخ بده.